حضرت میگفتن همه شرمندگی ها از دروغ است. برادرای عزیز، ولی بسیاری آدمی هست که در همین جمعیت ما از دروغ شطه های زیاد خوردگی هست. بسیاری از برادرای ما در همین جمعیت هست که به سبب دروغ چه از کارخانه دولتی چه از کارخانه شخصی پیشش کردگی هست. بسیاری دروغگوها را، زیرا با دروغگو همکاری کردن این عین بی‌برکتی است. این فیض می بردارد، این فقط بدبختی می آورد، زیرا کاری بر دروغ هیچ وقت خاتمه بخیر ندارد. همه شرمندگی ها از دروغ است. راستان دائم فروز است. و دنیا اینقدر دارد خجالت، چه باشد خجلت روز قیامت. ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضربی تبر دید. برادرای عزیز و گرامی، همه شرمندگی ها از دروغ است. چراغ راستان دائم فروز است. چقدر آدمی که دروغ میگوید دائم خجالت ده است. آدمی که راست میگوید هیچ غمی در وجودش ندارد. حضرت میگوید به دنیا اینقدر دارد خجالت، چی باشد خجالت روز قیامت. در دنیا اینقدر خجالتی، اینقدر شرمنده، اینقدر راستت میمانند، دروغها دمی قپند، در دروغها روبرود میکنند، آبای چشم میریزد، ذلت دمی افتی، سرپایان حتی سرت برداشتن نمیتونی. اینجا اینقدر خجالت دارد. حضرت میگد خجالت قیامت چه فکر نمیکنی؟ ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضربی تبر دید. حضرت میگد همین ستونهای راستی را که برای مسجدها جدا میکنن، ولی بینن هر کسی را که ستون در کار باشد اول میرود میبیند همون درخت خوب راست باشد، بعد برای مسجد میگیرد. مسجد که یک مکان مقدس، یک جای با فیض، بین برای این خیل جای مقدس، این خیل جای با فیض چوی راست میکابند. لیکن حضرت گفتن خشبها از کجی ضربی تبر دید. حتی همون چوبه هایی که کجن اونها را جای نمیارن، به خاطر که کجن اونها را فقط ضربی تبر دید، اونها را فقط به تبر میزنند. هر کسی راست میشده است تصور کنید که اگر ستون مسجد بیارن راستگو را جنت میبرند. و هر کسی که در دنیا دروغگوست و از همون جمله چوبه های کج است. اون پیامبر برای این گونه شخصیت ها اشاره دیگر جای دارد. کوشش کنیم دادرای عزیز ما از دروغ دائم دور باشیم.